ناحیه دنغره چند سال باز بحثی به مرکز ولایت تبدیل شدنش سری زبان هاست. مقامات میگویند نقشه گنرالی دنغره تا حال در بررسی حکومت تاجیکستان است، ولی در عین زمان چندین بینای نوی معموری بلند آشیانه را ساخته و به استفاده داده اند. تا امروز 14 بینای معموری بلند آشیانه دولتی به استفاده داده شده است. 4 بیناهای بلند آشیانه معموری. در حکومت ناحیه دنغره گفتند تا 30 سالگی استقلال بیش از 400 انشاءات ساخته تا 4 سال دیگر بنیاد 170 انشاءات دیگر در نظر است. در تاجیکستان از ساختمان دکان خرد گرفته تا مرکزهای سودا و کارگاه‌های کوچک و بیناهای استقامتی را انشاءات جشنی می‌نامند. اکثر آنها را ساکنان و صاحبکاران می‌سازند، ولی نمایندگان مقامات افتتاح می‌کنند. کارشناسان می‌گویند ساختمان‌های زیاد در ناحیه دنغره هیچگاه به نقشه کلی آماده نمی‌شود. در همین حال ساختمان فرودگاه بین المللی دنغره در مساحت 450 گکتار به تأخیر افتاده است. مسئله فرودگاه به واسطه نقشه در نقشه گنرالی شهرک بخش معماری هستند. نقشه گنرالی ناحیه دنغره و نقشه گنرالی شهرک دنغره پیش بینی گردیده است. از جمله در سمت منطقه جماعت دیوت اسماعیل شریف پیش بینی شدگی بود، ولی بنا به سبب با نظر داشتیم امیدهایی که به همه ما و شما معلوم است این کمتر بازداشت شدگی است. ناحیه دنغره از سالهای 30 عصر گذشته در هیئت ولایت سابق کلا بود و حالا یک ناحیه ولایت ختلان است، زادگاه رئیس جمهور و بسیاری از اعضای حکومت. بعضی کارشناسان میگویند توجه به دنغره از اینجا منشأ میگیرد. 1 سال پیش در اینجا بیمارستان ولایتی کسلی‌های سیرایتی رک شدند. دانشگاه دولتی دارد و دانشگاه طبی ختلان هم در قلمروش است. منطقه آزاد اقتصادی دنغره چندین کارخانه ها را فرا میگیرد. 160,000 اهالی دارد.